سلام. در چند شهر قزاقستان هزاران نفر در چند روز گذشته بر ضد آنچه که خودشان میگویند یعنی فروش زمین به خارجیان تظاهرات کردند. از جمله در شهرهای اتیرا و آقلوبه آخر ماه اپریل صدها نفر با برگزاری تظاهرات به اجازه از حکومت خواستند زمین‌های کشت را خصوصی نکند و یا به مهلت دراز مدت به خارجیان منظور چین اجاره ندهد. حکومت قزاقستان عزم دارد با اصلاح کودکس زمین خصوصی کردن زمین‌های کشت را اجازه بدهد، ولی مردم مخالف این اصلاحات هستند. درباره جنجال‌ها سر این مسئله صحبت داشتم با میرحت شریف جان، شورای مسائل قزاقستان در رادیو آزادی. میرحت، به برنامه ما خوش آمدید. میرحت، نخست بگویید که چرا این اصلاحات سبب خشم و اعتراض مردم در قزاقستان شده است؟ ترس آنها از چیست؟ اوضاع در مجموع مشکل است، چون در قزاقستان مسئله زمین تاریخاً یک مسئله حساس به شمار می رود. ولی سبب اساسی وضع است که در قزاقستان 25 سال وجود دارد، یعنی فساد زیاد، تصرف قدرت. مردم تاکنون راضی بود که به همین شکل آنها را اداره کنند، چون همه این مسائل را نادیده می گرفتند و مثل گزارش درباره سندهای پاناما که آنجا نام نبیره نورسلطان نظربایف هم ذکر شده است، یا نادیده گرفتن قضیه فسادکاری قزاقگیت. مردم خوب می‌دانند که مقامات دزدی می‌کنند. در تمام سطح‌ها فساد زیاد است، ولی مردم حالا از آن می‌ترسند که با استفاده از قانون نو زمین‌ها را به آنهایی می‌فروشند که حکومت در دستشان است یا پول زیاد دارند. در زبان قزاقی کلمه فروختن معنی خیانت را هم دارد، ولی مهمتر از همه برای مردم شفاف نبودن این مسئله است که زمین را به کی می‌فروشند و چگونه می‌فروشند. آیا زمین را عادلانه تقسیم می‌کنند و کی می‌تواند زمین بخرد؟ پاسخ مقامات رسمی به واکنش و تظاهرات مردم چگونه است؟ آیا میگویند که نظر مردم را به اینابت میگیرند یا برعکس؟ Реакция была неожиданной. Во-первых, не то чтобы неожиданной, это было вообще выступление было неожиданностью. واکنش مقامات غیر انتظار بود و خود تظاهرات غیر انتظار بود، چون که بعد ماه اکتبر سال 2011 بعد تظاهرات کارمندان کارخانه استخراج نفت در ژنآذین که آنجا 14 نفر را کشتند، فعالیت‌های سیاسی سست شد چون مردم ترسیدند. ولی بیرون آمدن مردم در شهر اتیرا واقعا برای ساکنان عادی غیر انتظار و برای مقامات تکان دهنده بود. بعد این رئیس جمهور نورسلطان نظربایف ضمن سخنرانی درباره اصلاحات زمین گفت که نمیگذارد در این باره دروغ پراکنی شود. اول گپ بود که زمین را به خارجیان میفروشند، ولی نظربایف گفت که این گفته حقیقت ندارد، بلکه زمین را برای 25 سال به اجاره میدهند، ولی زمین را تنها به قزاقستانی ها و شرکت های میدهند که به خود ساکنان کشور تعلق دارند. ولی بعد تظاهرات در شهر اتیرا مردم در شهرهای سمی، آقتای، ژنآذین روز 4 می در اورالس به کوچه ها برآمدند. آنها میگویند که ما نه تنها مخالف فروختن زمین به خارجیان نیستیم، بلکه مخالف سیاسی کردن زمین هستیم، چون که در این مرحله هیچ چیز معلوم نیست. Кому бы не было на этом этапе, когда ничего не ясно. آیا این ناراضگی‌های مردم می‌تواند حکومت قزاقستان را از راهش برگرداند و اصلاحات پیشنهادی قبول نشود؟ Очень даже может, потому что прецеденты были в 2003 году. ممکن است که از راهش برگرداند، زیرا ما شاهد این گونه وضع بودیم. سال 2003 وقتی مسئله فروش زمین مطرح شد، حکومت نخست وزیر ایمانگلی تاسماگامبتوف طرح را پیشنهاد کرد. آن وقت خواستند که واکنش مردم را بسنجند، ولی به فکر من حکومت دستور داد که وکیلان طرح پیشنهادی حکومت را قبول نکنند. بعد این ایمانگلی تاسماگامبتوف را گوسفند قربانی کرده و حکومتش را به استعفا فرستادند. به فکر من تکرار چنین سینارو ممکن است و اگر تظاهرات ادامه کند یا حکومت را به استعفا میفرستند یا پارلمان را از نو انتخاب میکنند و یا گناه را به سر یگان کس میزنند و وضع را آرام میکنند. Приватизация земли, вот этот законопроект, может быть отодвинут на какое-то время. تشکر. میرحت شریف جان، شورای مسائل قزاقستان در رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر. Спасибо.